واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. چه بود دوستان موشون عجوری بذارن به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم. یعنی دولت باید اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم سلاح گوناگون دارن با سنت‌های مختلف، اقوام مختلف، تیپ‌های مختلف، دارن خدمتگزار هم هست. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو اینقدر کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه. این واقعا من توهین به مردم ماست. چرا مردم رو دست کم میگیریم؟ واقعا اینقدر، یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشی، یا الان مشکل کشور ما اینه، یا مشکل مردم ما اینه. خر خودتی، الاغ